درست یا غلط این روزا فکر درگیر شخصیه که ترکت کرده. ببین بهت نمیگم بهش فکر نکن، ولی اگه میخوای بدونی تهش چی میشه تا آخر این ویدیو با من همراه باش، چون این ویدیو مختص خودته. برای اینکه با انرژی من همسو بشی دوبار بزن روی صفحه ویدیو رو لایک کن و برای تحقق کد کیهانی 777 رو کامنت کن. کارت ها دارن بهت میگن طرف احساسی شما کاملا شیفته زیبایی شماست. یک چیزی در ظاهر و در حالا یا سیرت زیبای شما یا ظاهر زیبای شما اون رو کاملا به خودش جذب میکنه. از این جهت میتونی مطمئن باشی، اما در گفتن این غرور داشته، نمیتونسته این رو بهت بیان کنه و همین باعث آزار و اذیتت شده. یک رفتارهایی از خودت نشون دادی که طرفو از خودت روندی و اما ریزالت این انرژی خوانی برای شما یک حرف، یک جمله، یک سخن از دل میتونه طرفت رو بهت برگردونه. شما نیاز به یک صحبت کردن قلبی داری، یه چیزی که از قلبت بیاد و به قلبش بشینه. این جمله رو باید با تمام دقت انتخاب کنی، چرا که کلماتی که به کار میبری نشون دهنده پشیمانی شما از این که اون رو نادیده گرفتی و به دوست داشتنش توجه نکردی هست. پس حواست به کلماتت باشه، چون کلماتت عصای معجزه‌گر تو هستن. تمام.